3 سال پیش عمل افزایش قد انجام دادم. 7 سانتی متر افزایش قد داشتم و الانم خدمت شماست. تو اون 3 ماهی که دستگاه روی پا بود خورده اذیت بود دادم. فقط با کمک واکر من میتونستم راه برم و بچه‌ها رو می‌دیدم که تک و توک میتونستن بدون واکر هم راه برن. اما نه، من با واکر میتونستم راه برم، اونم به سختی. بعد از 7 ماه میتونستم خودم بدون اصلا واکر راه برم، ولی راه رفتنم آروم بود. 2-3 ماه بعد تو راه رفتن مسلط بودم، کسی نمیفهمید که من عمل کردم. بدنسازی بالاتنه کار میکردم ولی به پام فشار نباید میآوردم. ورزش سنگین رو حدود 2 سال از عملم تو گذشته بود شروع کردم. دیگه باشگاه میرفتم، قشنگ استاد زدن شروع کردم. تو فوتبال هم بازی کردم و بدنسازی هم میکنم. الانم که به درخواست شما اومدم اینجا تواناییامو بعد از عمل به نمایش میذارم.